اینجا بازار عمده پوشاک چین هستش که بهش میگن بازار چینگفونگ. این خانم هم خیلی از مشتری ایرانی رو جذب کرده. بذارید یه سری نکات رو بهتون نشون بدم. فضای بازار رو ببینید. رو تابلو مغازه‌شون قیمتاشون رو زدن 1.99 3 یوان. بعد این ورم 1.5 یا مدل 15000 تومان، 3 یا مدل 30000 تومان. بعد جالبتونه لباس بارداری موجود است. پرچم ایران و قزاقستان و روسیه هم زده. اون یه مغازه هم که اولش فکر کردم مغازه ایرانیه، بعد دیدم نه بابا اصلا مغازه چینیه. همش آهنگای ایرانی داره پخش میکنه. این کت جین رو دارید میبینید، قیمت چینش در میاد 10 یوان به نرخ امروز مدل 115000 تومان. کیفیت دوختش هم دارید میبینید، حرف نداره. از جنسای آشغال و بنجولی هم نیست. با هزینه حمل و نقل و ایاب ذابش تا بخواد برسه ایران در میاد 150 160000 تومان. مشابه همین کالا رو من توی تروب نگاه کردم زده 950000 تومان. این یکم زده 2,880,000 تومان. خلاصه هر قیمتی دوست داشته باشن دارن میفروشن. حالا متوجه شدین چرا تاجرایی که از چین خریداری میکنن یهو وضع مالیشون توپ میشه؟ به خاطر که حاشیه سودش زیاده. آیا همه کالا حاشیه سودش زیاده؟ خیر. به خاطر همینی که میان پیج ما رو فالو میکنن که آیتمای پرسود رو انتخاب کنن، وگرنه عاشق چشم ابرو ما که نیستن.